چون ایرانی‌ها کلاً 4 دوره بیشتر زندگی ندارن. اول دوره ژسته تا 24 سالگی. دیدین انواع اقسام فیگورها رو میگیرن. اونقدر که الان اینستاگرام پسرها رو با حجاب کرد، گشت ارشاد دخترها رو نتونست با حجاب کنه. هر پسری الان یه روسری سرش کرده، ادایو دیدی کلیپاشو میاد جاب اسمش. دوره اول دوره ژست تا 24 سالگی رو فرم ژست میگیره. همش میخواد عکساش باحال باشه و همیشه عکسشو یه جوری تو پروفایل میذاره که زنبورا رو جذب کنه. اینقدر که الان پسرای ایرانی توی گوشیشون عسل دارن، زنبورا تو کندوشون عسل ندارن. من بگم که عمق فاجعه کجاست. دوره دوم دوره قسط، از ژست به قسط. اصلا ما شعر داریم در تکمیل صحبت سعدی علیه الرحمه که زگهواره تا گور قسط بده. ولی ایران تا 40 خورده سالگی قسط و بعد دوره تست. شما تا 50 خورده 60 سالگی همش تست بعد بدی که چه داری میمیری. و بعد از اون هم دوره فس. دیگه تموم ماجرا اینجا پرونده بسته میشه. دوره دیگه نه. تلگرام به من آموخت هر کی جواب پی ام داد پسر بود. تو گروه ها پروفایلا رو نگاه میکنی، اگر عکس پسره پسره، اگر نامشخصه بازم پسره، اگر دختره 90% بازم پسره. من نمیدونم این چه مرضیه واقعا، یه بیماریه واقعا. چیز عجیب غریب من خدمتتون. خانومش برگشت بهش گفت عزیزم چرا توی پروفایل تلگرامت هیچ عکسی نیست؟ برگشت گفت مرد سرش تو زندگیه نه توی تلگرام. اینقدر زن بیچاره ذوق کرد، نمیدونست بلاکش کرده بیشرف. بلاکش کرده بیشرف. کادو دادنمونم فرق میکنه. هیچ کی نمیتونه ادعا کنه که ما اینطوری نیستیم. خیلی از کادوها تو فامیل انقدر دست به دست میچرخه، نفر آخر میبینه کارتونش پاره شد، مجبور میشه نگه داره چون یه کارتون نداره نگه. اگه یه کارتون دنیای مجازی اینجوری تون کرده. دنیای مجازی از وقتی تو ایران باب شده نگاه میکنی مشخصه که آنچه که دیدید حقیقت داره. 90% دخترها بورن، چشا آبی، 100% پسرها قد 2 متر، شکما 6 تک. اونایی هم که شما تو خیابونا میبینی همه توریستن، اینا میرن به زودی. ما ایرانی همه رو فرم عالی. تلگرام به من آموخت هر کی جواب پی ام داد پسر بود. تو گروه ها پروفایلا رو نگاه میکنی، اگر عکس پسره پسره، اگر نامشخصه بازم پسره، اگر دختره 90% بازم پسره. من نمیدونم این چه مرضیه واقعا، یه بیماریه واقعا. چیز عجیب غریب من خدمتتون. خانومش برگشت بهش گفت عزیزم چرا توی پروفایل تلگرامت هیچ عکسی نیست؟ برگشت گفت مرد سرش تو زندگیه نه توی تلگرام. اینقدر زن بیچاره ذوق کرد، نمیدونست بلاکش کرده بیشرف. بلاکش کرده بیشرف. شماها یادتون نمیاد یه زمانی تاکسی مرسی بود. یعنی چی؟ مثلا اگر کرایه یه مسیر 100 تا تک تومانی بود، شما 200 تومانی میدادی، باقی پولتون نمیداد، میگم مرسی میذاش تو داشت. اما انصافا این روزها نگاه میکنی علیرغم همه مشکلات تورم که شما دیدین در زمان اوج تورم، روز به روز لواشک ها نازکتر و نازکتر شد، باد چیپس ها بیشتر و بیشتر شد. چیپس ها میکردی 3 تا 30 زمینی ملق میزد. جگرکی ها روز به روز جگرها رو نازکتر میزدن. این اواخر فقط سیخ خونی رو منقل میذاشتن لای نون. من موندم اینا تخم مرغا رو چجوری کوچولو کردن. مثلا رفتن با مرغا صحبت کردن، اوضاع خراب، ریز بزنید فعلا. انصافا شمایی که مسخره میکنید رانندگی خانم ها رو، رانندگی کردن با کفش پاشنه 10 سانتی کار هر کسی نیست. خانم ها به راحتی کار انجام. و خانم های محترم، اگر شما میبینید مدتیه که آقایون پارک دوبل شما رو مسخره میکنن، صرفا به خاطر اینکه این تنها کاریه که آقایون در زندگیشون بدون کمک مامانشون میتونن انجام بدن. اصلا دنیا رو، زندگی رو جدی نگیری. زندگی یه چیز شوخیه. اگر با دنیا و روزگار و زندگی ور برید، دنیا باهاتون ور میره. اینو من نمیگم، کسی که باش ور رفته میگه. و ما ضعیفیم و دنیا قوی، اون ور بره بد بر میره. هم خودمون رو رها کنیم هم دنیا رو. هم اینجاست که شاعر ما میگه امشب شب مهتاب حبیبم اگر. چرا اینجا معلوم شاعر یک چیزو میخواد. آقا تابلو شاعر یکیو میخواد، اما مدرک تحصیلین براش مهمه. میگه تا طبیب با سواد هست، چرا این بی سواد که خوابیده؟ چرا این اون جای این
درکتون میکنم. منم از جنس شما، منم گرفتاریای خودمو دارم، اینجا تظاهر به شادی میکنم. پسته شده کیلو 200,000 تومان. بعد نخ کنی گردن کنی گردنت بندازی. همه میشه خورد. رفیق من میگه مرغ خریدم کیلو 11,000 تومان، زغال کیلو 17,000 تومان، موندم کدومشو بخورم. هم تأثیر داره. افزایش 23% لبنیات شگفت‌انگیز بود. از الان گاو فوش حساب نمیشه، ارزش حساب میشه. مثلا میگن طرف فریخته گاویه واقعا، چون 23% رفت بالا. اگر گاوا جای یونجه دلار هم میخوردن اینقدر نمیشدن. محاسبات تو کش اصلا دلار بالای 10 تومن دیگه ارز نیست، این طول قشنگ. طولش رو چیکار کنه؟ حالا ارزش رو کاری بیاد، این طوله خیلی اوضاع. برو بالا افسای داشتم. امشب میخوایم ویژه برای شما کار کنیم. همه بالا و پایین. بله داشتم میگفتم من تو انتخاب اسامی دقت نمیکنیم. رضا میگفت دختر همسایه داریم اسمش گذاشتن عسل، دقت میکنید شبیه پنیر لیقوان بیشتر تا عسل. خب این اسما بعد پارسال مثل که مانتوی بدون دکمه مد شده بود، امسال دکمه بدون مانتو مد شده، نمیدونم دیدید یا نه. کلا تو خیابون دکمه حرکت میکنه میره اونور، شما میتونی دکمه رو بزنی و همه چیزو ببینی. چیز عجیب غریبیه میدونیم. لذا غمگینم مثل مادری که میبینه پسرش از خودش ابروهاشو تمیزتر برداشته. اون هیچ وقت به حرفه‌ایگری اون نیست. یکی نیست به این پسرا بگه انقدر بی‌عقلید. شما که دست به ابرو میبرید الان ابرو پهن مده، نه هنوز نازک برمی‌داره. و به تقلید از دخترها خدا اون روزو نیاره پسرها ساپورت بپوشن. افتضاح. یعنی جفت لنگاشون شبیه دوتا کیوی میشه. من 9 سالم بود اساس کشی داشتیم، منو جا گذاشتن. 6 ساعت بعد بابام آفتابه رو جا گذاشته بود، برای اون اومد دید منم اونجا، منو زد. گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ ذلیل مرده. منو گذاشت تو آفتابه برد. منو آفتابه یه قیمت. جوانای ما تو ایران به مرحله رسیدن که از آب و گل که در میان میرن تو مرداب. تازه بعد یعنی بدتر و بدتر از این. من میگم ای کاش که ما رو به عنوان برده بفروشن. جدی میگم، هم ارز وارد میشه، هم ما خارج میشیم، هم جمعیت متعادل میشه، همه چی برای همه فراهم میشه. جواب استاندارد تهران اعلام کرده که به اجزرا تا 2 سال دیگه بیشتر جا نداره. دهه 60 یه فکری بکنید اگر میخواید بمیرید برنامه‌تون رو تنظیم کنید، چون اگر نجنبید 2 سال دیگه قبل گیرتون نمیاد و بدنا رو زمین میمونه میپوسه، نه دنیا داره نه آخرت. من نمیفهمم این کامنت این چیه؟ بابا میخوای توف بندازی تو پیج ما؟ آخه کجای دنیا؟ بابا همون اروپایی که میگم ما بودیم دیدیم. من با شکیرا دوستم، از طریق پیکه باهاش آشنا شدم. اونجا نگاه میکردیم پستایی که میذاشتن سلبریتی های خارجی ها خوششون میومد کامنت میومد زیر پست او مای گاد، خوشش نمیومد میگو او مای شیت. بعدشون میومد اصلا فحش و فضاحت میدادن، مینوشتن زیرش قشنگ فادر مادر. اما دیگه اگه خوششون میومد همه کامنت ها مثبت بود. very nice, very good, like, big like، هر چی کلوفتر بهتر. که تو خیلی رو فرم هستی و عالی هستی، ما تو رو قبول داریم. وقت ما میریم اینجا خودمونو میکشیم، پست باحال میذاریم، پستی که خیلی به وجه میاره، طرف خیلی با پست ما حال میکنه کامنت میذاره زیرش حسن دهنت سرویس. چرا یه سری افسر راهنمای رانندگی هم تو ایران خیلی باحالن، جوری شق و رق وامیسته. تو خارج مثلا نگاه میکنی فیلم‌ها رو، کسی تخلف راهنمایی میکنه، پلیس متوقفش میکنه، تو ماشینش مینشینه، پلیس میره میزنه به شیشه، با احترام دلا میشه، میگه قربان شما تخلفی مرتکب شدین، اجازه دارم مدارکتون رو چک کنم. وقت تو ایران در رو نمیبنده، میدونه ننویز جان مادر نه، بعد دستشو میبوسه، پاشو میبوسه. آقا چه خبره؟ اگر تخلف کردی خب جواب بده. پاشو میبوسه دستش. با بهداد نشسته بودیم با تارخ، گفتم آقای تارخ شما پراید آخه؟ گفت هیچ فرقی نداره، پراید با پرش یکیه. گفت فقط در پرش کنار شما حوری میشینه و غزل عاشقانه میخونه، تو پراید اسرائیل میشینه غزل خداحافظی میخونه. تنها تفاوتش اینه، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره.